سوالی که مطمئنم واسه من و شما پیش اومده اینه که آیا ما توی این دنیا تنها هستیم؟ آیا هیچ جونور هوشمند دیگه توی این همه سیاره و منظومه و کهکشان وجود نداره؟ اصلا این هوشمند به جهنم. آیا تنها جونور زنده فقط ما هستیم؟ آیا این آدم فضایی‌ها که اینقدر در موردشون صحبت میکنن صرفا یه افسانن یا واقعیت دارن؟ اگر واقعیت دارن خب تکنولوژیاشون چجوریه؟ از ما قوی‌ترن، ضعیف‌ترن؟ توی این ویدیو قراره که بهش بپردازیم. خب جایی که ما زندگی میکنیم کهکشان راه شیریه. بذار قبلش یه سوال ازت بپرسم. سرعت نور چقدره؟ زیاده نه؟ اگر به این تکنولوژی برسیم که فقط بتونیم با 10% اون همه سرعت حرکت بکنیم، فقط میلیون ها سال طول میکشه که ما بتونیم کهکشان راه شیری رو داخلش سفر بکنیم. آیا بعد از گذشت میلیون ها سال زندگی روی کره زمین چرا هیچ کسی نیومده سراغ ما؟ چرا هیچ کسی اصلا سر و کله‌اش پیدا نشده؟ و همه اینا یک سوال واسه ما پیش میاره که آیا ما تنها هستیم؟ خب نظریه ها و تئوری های خیلی متفاوتی وجود داره از دانشمندا که خب خیلی هاشون بر این باورن که طبق تکنولوژی که آدم فضایی بهش دسترسی پیدا کردن، سفر توی فضا خیلی راحت میتونه باشه، به اینجوری که از توی مثلا 1 ساعت از نقطه‌ای به نقطه دیگه کهکشان سفر بکنن. ولی اینا همش در حد تئوریه. اگر تمام این تئوری‌ها اشتباه باشه چی؟ از کجا معلوم شد آدم فضایی نتونن به این سادگی توی فضا سفر بکنن؟ دقیقاً مثل ما آدم‌ها توی اقیانوس چجوری آروم با کشتی حرکت می‌کنیم؟ شاید آدم فضایی‌ها واقعاً همینجوریان. چیزی که ما همیشه توی فیلم‌ها و کلیپ‌ها دیدیم اینجوری بوده که آدم فضایی‌ها همیشه خفن‌ترین تکنولوژی و بهترین تمدن و اصلا حتی توی کره بهتر از کره زمین هم زندگی میکنن حتی. ولی اینا که اینقدر تکنولوژی خفن دارن چرا حتی یه بارم واسه ما یه سیگنال ارسال نکردن؟ چرا اصلا نیومدن سر به ما بزنن با این همه تکنولوژی خفن؟ بیایید واقع بین باشیم. طبق چیزی که من سرچ کردم و به دست آوردم، آقا ما توی کهکشان راه شیری یه چیزی نزدیک 100 تا 400 بیلیون ستاره داریم و تا الان یه چیزی نزدیک 3000 تاشو کشف کردیم که خب مثل ما منظومه دارن یا به قول خودمون خورشید دارن. و وقتی خورشید داشته باشن خب احتمال اینکه اونجا بشه زندگی کرد خیلی بیشتر میشه. از اون طرف 4900 تا سیاره مستقل ما داریم که امکان حیات توش واقعا وجود داره. و اگه بخوایم منطقی و واقع بینانه نگاه بکنیم به این داستان، آقا وسطش هم در نظر میگیریم. توی این 200 بیلیون کهکشانی که ما تا الان کشف کردیم و پیدا کردیم، احتمال وجود زندگی و حیات چقدر زیاده؟ طبق صحبت و تئوری هایی که دانشمندا دادن که خب واقعا هم دارن منطقی میگن، آقا توی این همه کهکشانی که تا الان کشف شده خب احتمال اینکه حیات و زندگی وجود داشته باشه واقعا دور از ذهن نیست. امکان داره واقعا و بین این همه کهکشان احتمالاً وجود داره واقعا. ولی این زندگی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم، این که میگیم بابا یه جایی ممکنه حیات و زندگی و تمام این چیزا وجود داشته باشه، خب قبل از همه چیز ما باید بیایم در مورد این مسئله صحبت بکنیم که آقا اصلا یک حیات و یک زندگی چجوری شکل میگیره یا اصلا چقدر طول میکشه که اون حیات شکل بگیره. توی کره زمین چیزی که دانشمندا فهمیدن تا الان 3.7 بیلیون سال پیش اولین نشانه های زندگی و حیات توی کره زمین پیدا شده. اونم کجا؟ توی آبهای گرم کف ته اقیانوس، جایی که پر از مواد معدنیه. اولین تک‌سلولی ها و باکتری ها اونجا پیدا شدن برای اولین بار. 1 بیلیون سال بعد از وجود اون تک‌سلولی به تکامل رسید و یک تک‌سلولی پیچیده تر شد. بعد از 1 بیلیون سال دیگه اون تک‌سلولی باز جهش پیدا کرد و تبدیل شد به یک چند سلولی و شروع کرد به قول خودمون ارگان‌های دیگه بدن داخل خودش درست کردن، ولی در مقیاس‌های خیلی خیلی کوچیک. و همین چند سلولی ها شروع زندگی و حیات بودن روی کره زمین. و شاید باورتون نشه این دست یا این پایی که من و شما داریم حاصل بیلیون ها سال جهش و تغییر ژنتیکیه. و خیلی بده گفتنش ولی واقعیته. آقا حاصل اون همه بیلیون سال تکامل اون میکروب و باکتری شدیم من و شما. متأسفانه یا خوشبختانش با شما سالی مایم الان. چیزی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم واقعا همش حدسیاته. هیچ آدمی تا الان هیچ نشانه‌ای یا هیچ مدرک و سند محکمی داله بر اینکه آقا یک زندگی و یک حیاتی توی یک فلان سیاره یا توی فلان کهکشان وجود داره هیچکی پیدا نکرده. صرفا ما داریم در مورد آمار و احتمالات و حدسیات داریم صحبت میکنیم. اصلا بیایم ما فرض بر این بذاریم که آقا اصلا زندگی و حیاتی وجود داره. یک سوال خیلی بزرگتری پیش میاد این وسط، اونم اینه که آقا اگر زندگی و حیاتی وجود داره ساختار مولکولیشون اونا چجوریه؟ خب ساختار مولکولی یعنی چی؟ آقا روی کره زمین کربن اصلی ترین کار و نقش توی ساختار مولکولی ماها رو داره. دانشمندا بر این باورن که ممکنه این گوشت و پوست و خونی که ماها داریم توی کره زمین، ممکنه اگر حیاتی توی کره دیگری وجود داشته باشه شاید اصلا به یک شکل دیگه‌ای
باشه، شاید به جای مثلا گوشت چه میدونم پلاستیک باشه یا به جای پوست مثلا سیلیکون باشه. اگر واقعا طبق این حدسیات آدم فضایی وجود داشته باشن و به تکنولوژی خفن رسیده باشن، قطعاً به فراتر از کهکشان خودشون سفر کردن. خب اگر طبق تمام این حدسیات و تفکراتی که ما تا الان داشتیم آدم فضایی وجود داشته باشن و اون تکنولوژی خفن رو داشته باشن و تمدن غنی و فلان و به ایمان تمام این چیزا، چرا بابا سر و کلهشون تا الان پیدا نشد؟ چرا من و شما تا الان ندیدیمشون؟ میدونم اولین چیزی که به ذهنتون میاد اینه که کاوه ما فلان کلیپ رو دیدیم که مثلا بشقاب پرنده وجود داره، فلان ارتش آمریکا گفته که ما نمیدونم یه شیء پرنده دیدیم که میخوره توی هوا. آیا من و شما که ندیدیم که، صرفا 2 تا کلیپ دیدیم، اونم با این هوش مصنوعی که الان وجود داره و عیناً متن بهش بده واسه 4K 3D میسازه. بابا ما این همه راکت بدون سرنشین فرستادیم فضا، این همه ایلان ماسک اون استارلینک و دور کره زمین پر داد و فر داد و اون همه این و اون پیام‌های رادیویی متعددی فرستادن به فضا. چرا حتی یک دونه آدم فضایی کنجکاو نشده که ببینه این پیام رادیویی چیه اصلا؟ چرا اصلا ببینیم اصلا این پیام رادیویی از کجا اومده؟ چیزی که من دارم در موردش صحبت میکنم در واقع نظریه و سوال یک فیزیکدان ایتالیاییه. میگه که اگر حیات توی کره های دیگه وجود داره، چرا ما تا الان به هیچ کدومش برخورد نکردیم؟ خب توی واقعیت این یه پارادوکس و یک دوگانگی دیگه. یه دسته میگن که آره قطعاً حیات و آدم فضایی وجود دارن، یه دسته دیگه هم میگن که خب اگر وجود دارن چرا ما تا الان ندیدیمشون؟ و همین دوگانگی کلی تئوری به وجود میاره. یه تئوری دیگه وجود داره که میگه که آدم فضایی‌ها منظومه شمسی ما رو کنترل کردن و اسم اون تئوریه اگر اشتباه نکنم ایلین زو، یه حالت باغ‌وحش آدم فضایی‌هاست اگر اشتباه نکنم. اینجوریه که ما رو زیر نظر دارن، حواسشون به ما هست که اتفاقی واسمون نیفته و از بالا نظاره‌گر همه چیز هستن. از کجا معلوم که حتی بلیط نفروشن بیان ما رو تو دنیا ببینن؟ تئوری بعدی که به نظر من منطقی ترم هست اینه که آقا از کجا معلوم موقعی که ما داشتیم به تکامل میرسیدیم اون گونه پیشرفته از بین رفته باشه؟ یک تئوری دیگه هم هست، میگن که بابا این جن و پری و روح و ارواح و اینا که دارید در موردش صحبت میکنید همون آدم فضاییان فقط به صورت ماورایی در اومدن و در کنار ما دارن بدون اینکه ببینیمشون دارن زندگی میکنن. تمام چیزایی که دارم در موردش صحبت میکنم تئوری پشمات یهو نریزه. آقا بیاد منطقی باشیم، منظومه شمسی خیلی بزرگه و شاید اون همه راکت و چه میدونم سیگنالایی که ما ارسال کردیم شاید اصلا به دست کسی نرسیده، موقعی که می‌خواسته به اون مقصد برسه به یه چیزی خورده یا اصلا از بین رفته، نمیدونم. یا حتی اون آدم فضایی که ما داریم واسه سیگنال میفرستیم نسبت به ما دورترین نقطه کهکشان باشه و شاید مثلا اگر 100 سال پیش مثلا واسه سیگنال فرستادیم تازه به دستش رسیده و شاید تازه کنجکاو شده دوباره پس بفرسته و 100 سال دیگه طول بکشه، کسی نمیدونه. ولی میدونید داستان چجوریه؟ اینه که اگر اون آدم فضایی تصمیم بر این بگیره که یک سیگنال واسه ما ارسال کنه و ما دریافتش بکنیم، خیلی‌ها ممکنه که خوشحالی بکنن، میگن واو آدم فضایی‌ها وجود دارن. اتفاقا نه، این میتونه یک چیز خیلی بد باشه، چون که ما نمیدونیم اون آدم فضایی که وجود داره واقعا صلح طلبه یا خیلی جنگ طلبه یا میاد دهن ما رو سرویس میکنه. میتونه هم یه نقطه خوب هم یک نقطه بد باشه و این که طرف میتونه پیام سیگنال رادیویی ارسال بکنه قطعا نشون میده که آقا اون جونور هوشمنده و به تکنولوژی رسیده. یک تئوری وجود داره که میگه که بابا جان من اصلا این هوشی که ما داریم، این که من و شما انسانیم و میتونیم فکر بکنیم، تفکرهای متفاوت داریم و میتونیم توی یک مسئله بیاندیشیم، این خودش یک چیز واقعا خیلی سخته که بخواید توی حیات به دستش بیارید و یک اصطلاحی هست که میگن قوی زنده میمونه، همون حالت خودمونه. از اون طرف این خودش یک فیلترینگ خیلی بزرگ توی دنیا وجود داره که خب خیلی سخته که همه حیات‌ها منجر به این بشن که صرفا هوشمند بشن. چرا؟ چون که ممکنه از هر اتفاقی منقرض بشن، بلاهای طبیعی، شهاب سنگ بخوره تو سرشون، تغییرات محیط یا جنگ، حتی جنگ هسته‌ای که واقعا این اواخر هم اصلا دور نیست، دور از ذهن نیست. از اون طرف ممکن از بیماری اصلا منقرض بشن. همین خودش یک فیلتر بزرگ درست میکنه که آقا خیلی سخت باشه هوشمند شدن. رابین هانسون میاد تئوری اینوریا که میگن آدم فضایی وجود داره و تئوری اونوریا که میگن آدم فضایی وجود نداره رو برمی‌داره، قاطی میکنه و یک تئوری خیلی قشنگی میگه آقا جان من شاید دلیلی که ما تا الان هیچ جونور زنده‌ای توی فضا ندیدیم شاید به خاطر این باشه که ما در حال حاضر تنها ترین جونور هوشمند باشیم. یعنی چیکار به این حرفی که داره میزنه؟ یعنی موقعی که روی کره زمین یک تک سلولی به وجود اومد و اولین نشانه‌های حیات و زندگی به وجود اومد، شاید دقیقاً توی همون برهه زمانی یکی از چه می‌دونم منظومه‌ها یا سیاره‌های دیگه یک جونور هوشمندی به وجود اومده باشه، به تکنولوژی رسیده باشه
و الان منقرض شده باشه و دقیقاً توی برهه زمانی که تمدن‌ها داشتن شکل می‌گرفتن و داشتن از بین می‌رفتن، ما این وسط پیدا شدیم. راستی اینم بهتون بگم که من توی این ویدیو از دنیای موازی صرف نظر کردم و اگر میخواید در مورد دنیای موازی واسهتون یه ویدیو درست کنم، لایک کن، ساب کن، کامنت کن، بساز که واسهت درست بکنم که کیف بکنی. انسان هایی که ما در حال حاضر هستیم همون هوموسافین های 300,000 سال پیشه. دقیقاً واقعا 300,000 سال تایم کمی نیست. دقیقاً میتونه یک تمدن یا چندین تمدن به وجود بیاد، از بین بره. بابا جان من دور از ذهنم واقعا نیست. ما من سال 2024 دیگه، توی این 2000 سال ما چقدر چالش و چقدر اتفاق گذروندیم. از این اواخرش چندم کرونا گرفته، این جنگ هایی که هی داره پیش میاد، این همه بیماری، این همه مرض، این همه چالش رو ما تا الان فقط توی 2000 سال گذروندیم. یه فکرشو بکنید توی یک سیاره دیگه چقدر میتونست همچین اتفاقایی بیفته. اصلا دایناسورها به همین سادگی از بین رفتن. البته اینقدر ساده هم نبوده، ولی خب من اینجوری دارم بهتون میگم. تمام عنوان‌هایی که من الان توی ویدیو در موردش صحبت کردم میتونست همش یک دلیل باشه واسه اینکه من و شما دیگه وجود نداشته باشیم، به قول خودمون منقرض بشیم بریم پی زندگی و کارمون. ولی از طرفی یکی از دانشمندان اینجوری کرده که آقا این که 2 تا زندگی همزمان روی یک کره یا حتی روی یک منظومه به وجود بیاد احتمالش خیلی خیلی کمه، ولی تمام اینا نیاز به مطالعه و نیاز به گذر زمان خیلی خیلی بیشتر داره. میدونید بر چه باوریم؟ این که فقط یک اکتشاف کوچیک، یک سرنخ، یک سیگنال میتونه تموم این فکرهای ما رو در مورد آدم فضایی و تمام این چیزا عوض بکنه. میدونید من یک فکر و تفکر باحال همیشه دارم که واقعا حال میکنم با این تفکری که خودم دارم. من هیچ وقت از ماهیت مرگ نمیترسم. خیلی از مرگ میترسن که وای مثلا این زندگی تموم بشه، چه اتفاقی ممکنه بیفته. نه، من واقعا به شخصه از مرگ نمیترسم، ولی توی مرگ فقط یک ترس دارم، اونم اینه که اگر من بمیرم و نتونم دنیای اطرافم رو ببینم چی. چون واقعا خیلی دوست دارم که بتونم عمر بکنم، به خاطر اینکه صرفا بتونم تغییرات و دنیا ببینم چه جوری میشه رو فقط دوست دارم که اینا رو ببینم. واقعا یکشم دوست دارم که ببینم آدم فضایی وجود دارن یا نه. ما توی ویدیو بیشتر به تئوری آدم‌هایی پرداختیم که بر این باور بودن که آدم فضایی وجود نداره، ولی توی ویدیو بعدی در مورد این واسهتون صحبت میکنم که یه سری‌ها میگن که آقا آدم فضایی وجود دارن و چرا وجود دارن. مرسی اینجا ویدیو رو دیدید، دمتون گرم. لایک و ساب و کامنت فراموش نشه. تا ویدیو دیگه میبینمتون. فعلا.